این چیزهایی رو که فکر میکنی خوبن مثل این به دست میاری تموم میشه. متاسفم. سلام، چطورین؟ امیدوارم که خوب باشین. امروز آقای مصطفی مستور اومده و من دارم میرم که ببینمشونو. حالا اگر بتونم یک کتابشونو بدم برام امضا کنن. البته دیر شده، محمد حسن دیر اومد امروز خونه، رفته بود با همکاراش بیرون نهار ولی گفتم برم بهتر از اینه که کلا نرم. خیلی حرف دارم باتون بزنم، خیلی خجالت میکشم جلوی بقیه حرف بزنم و خودم اصلا فکر نمیکردم که همچین شخصیت داشته باشم. یعنی اینقدر من جلو بقیه خجالت میکشم. ببخشید اینش کو یکی مرقم. اینقدر من جلو بقیه خجالت میکشم حرف بزنم، حتی جلو محمد حسن جلو اونم خجالت میکشم حرف بزنم. و دیگه واقعا نمیدونم مثلا باید جلو کی حرف بزنم که راحت باشم. نمیدونم، همیشه دلم میخواد که مثل بعضی از راننده‌هایی که میبینم پشت فرمون ریلکس باشم، ولی خب نمیتونم، چون همیشه اینجوری هم که مثلا راننده پشتی یه وقت اذیت نشه، راننده‌ای که ازم جلومه یه وقت مثلا فکر نکنم من دارم تون میام سرعتشو بخاطر من زیاد کنه. راننده مخصوصا راننده‌ای که پشت سرم هستن، اون مثلا که پشت سرمه یه وقتی مثلا پشت من نمونده باشه بگه چقدر آروم میری. واقعا تا کی به این فکر رو بها بدی نمیدونم، خودم هم نمیدونم که تا کی قراره این اتفاق بیفته. یا حسین چه ترافیکیه. از بعضی آدم ها خیلی هرسم میگیره، زهر مار. خیلی وقتا به خودم میگم فکر کن که این مثلا بابای خودت، فوش نده، ولی نمیتونم از دست بعضی آدم ها. مخصوصا تو ترافیک اصلا یک چیز دیگه ای میشن، همه میخوان از هم جلو بزنن. حالا مثلا یه ماشین میره جلو دیگه، بیشتر از اون که دیگه نمیری. همه موندیم تو همین آشغالی. مثلا ماشینه میبینه اینقدر جلو من جا هست، خب تو دلش هرس میخوره که برو دیگه، یه قدم جا داری، برو. اگه من این راهو داشتم الان میرفتم مریخ. خب دیگه چی میخواستم بهتون بگم؟ آره این چند وقت خیلی کتاب خوندم، باید یه ویدیو بگیرم بشنم یکم کتابایی که خوندم رو بررسی کنیم با هم دیگه. بررسی که نه، یه معرفی کنم، چون من واقعا در اون حد نیستم که بخوام کتاب بررسی کنم، ولی دوست دارم که معرفی کنم کتابایی که میخونم. دیگه نزدیکای کتاب فروشی ام، دوباره تو ترافیک سگیم. ساعت 6:25 است. من تو ترافیک گیر کردم، جا پارک نیست، از کوچه پس کوچه ها هرچی گشتم پیدا نکردم، هیچ راهی برای رسیدن اونجا و هیچی. الان یه جای پشتای خیابون پارک کردم، الان نگاه کنم ببینم که آیا کجام، نزدیک اگر باشم دیگه پیاده میرم. واقعا اصلا جا نیست، نمیدونم چه خبره امروز. من فقط میدونم که امروز خبر خاصی نیست، ولی جا نیست. خب من یه ماشین رو گذاشتم، ولی این قسمت های اینا رو میبینید، من عاشق این در و پنجره هام و همیشه دوست داشتم که بدونم مثلا این قبلا اینا کی زندگی میکرد تو این خونه. این نیسان داره رد میشه. خب مثلا یه دوستمو دیدم دیگه، گوشو گذاشتم کنار. خلاص من عاشق خونه قدیمی ام، در این شکلی خونه های قدیمی، کلا بافت قدیمی شهر رو خیلی بیشتر دوست دارم. خب الان اومدم اینجا وایسادم که اینو براتون تعریف کنم. اینکه چی شد؟
دیشب من توی پستی که گذاشته بودم برای اینکه آقای مستور امروز قراره بیاد، دیدم که یه دختر خانومی نوشته که وای قلبم. خب من هر وقت کسی مثلا نسبت به نویسنده یا کتاب اینجوری واکنش نشون میده، میفهمم که خب مثلا این فرکانسش با من میخونه. حالا کتابایی که مثلا خودم دوست دارم. بعد دیدم که این دختر خانم نوشته وای قلبم و اینا. بعد رفتم پروفایلش نگاه کردم، تو دستش جای خالی سلوچه و مثلا عکس پروفایلش اینه. حالا ما همین دیشب توی گروه کتابخوانیمون در مورد این کتاب صحبت کرده بودیم. بعد رفتم بهش پیام دادم. هیچ وقت این کارا رو مثلا خیلی نمی‌کنم، ولی این دفعه این کارو کردم. رفتم بهش پیام دادم، گفتم که دیدم که مثلا تو دستت جای خالی سلوچه و ما امشب در مورد این حرف زدیم. اگه دوست داری من لینک گروه برات بفرستم، تو هم مثلا بیاید عضو گروه ما بشی. بعد خلاصه این هنوز پیام منو ندیده بود. امروز ما رفتیم دیدن آقای مستور. من نشسته بودم جلو که مثلا آقای مستور داشتن کتابا رو امضا می‌کردن. یه دختر خانم کنار من نشسته بود. بهش گفتم که ببخشید من دارم له میکنم شما رو مثلا کنار من نشستین. گفت نه عزیزم چه حرفیه، من اتفاقا دیشب که پستو دیدم زیرش نوشتم که وای قلبم الان دلم نمیاد برم با اینکه امضا گرفتم. گفتم تو هم دختر خانمی هستی که کتاب جای خالی سروش دستته و اینا؟ گفت آره شما همونی که من پیام دادی من اینجا پیامتو دیدم. خلاصه این شد که ما دیگه مثلا با هم آشنا شدیم و حرف زدیم. اینقدر با هم حرف زدیم در مورد کتاب و حالا ایشون فن پراپاگورس آقای مستور بود. بعد مثلا همه کتاباشو داشت از مثلا دوران نوجوانیش. دیگه خیلی با هم حرف زدیم. من بعد از مدت‌های طولانی که مثلا با آدما خیلی حرف نمیزنم و اینا، اون بیشتر البته آدم اجتماعی بود، با من خیلی حرف زد. دیگه یه دوست کتابخونه اینجوری پیدا کردم و خیلی برام جالب بود. هیچی دیگه، امشبم تموم شد، این ویدیو هم تموم شد. امیدوارم به شما هم خوش گذشته باشه. خدافظ. ولی دلم یکی میخواست بکنم پشت این ماشینه، بهت راه نمیدم. اینقدر فس 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 پول داری ها، ولی عقل نه، شعور نه. خب برو دیگه.